بیا با هم بریم سفر، منو با خودت ببر. رفتیم یه سوشی فروشی که از صبح تا شب توش بخوری 140 درهم فقط باید پول بدی. به به. قبلا مردی خجالتی بود، امکانات نداشت، میکروفون نداشت، فلان نداشت، مجبور رو ویدیو خودمون ریاکت بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سختی، خیلی کار جدید و نوآورانه‌ای میخوایم بکنیم. خیلی هم عالی. پس تا آخر ویدیو ببین مردی قرار شکمش باد کنه مثل خرس بخوره و شاید هم بخندیم. این دبی چه جایی بود جاتون خالی صفایی بود. خب اینجا قرار بود اینترو بشه که اینترو خیلی زیبایی هم مردی گرفته بود. من در حقیقت چون آدم اینجا جلوی من انسان نشسته بود، پشت من انسان نشسته بود، خجالت میکشیدم که حرف بزنم. خفه شو بابا. دفعه اولم بود این گیمبالر هم گرفته بودم دستم، گوشی روش، همه مردم ما رو نگاه میکردن. یه گفت شما رو یوتیوبری؟ گفتم بله با اجازهتون. گفت چقدر سابسکرایب داری؟ گفتم 63 تا. یه نگاه بهم کرد گفت چند وقته این کار رو داری انجام؟ گفت تازه شد. موفق باشی، تخفیف اینجا نمیدیم، شما باید 2 برابر پول حساب کنی. اصلا فکر نکن که میگی یوتیوبر، اما اینا یوتیوبر مناطق محروم هستی تو. سوشی داره و خیلی باحاله، همطوری بعد خودشم تو ظرف‌های مختلف رد میشه و تو خواستی میتونی توضیح بدم، بنده خدا نمیتونه حرف بزنه، اصلا لپاش قرمز شده. اونجا ظرفای مختلف رد میشه، ظرفا تو هر کدومش رنگ بندی های مختلف داره که قیمت های مختلف داره. اگه شما بخواید جدا جدا جای دیگه بگیرید که یه سریاش هست خامه، یه سریاش پخته است، یه سریش نیگریه، کالیفرنیا فلان اینا، یه منو 200 تایی جلوت هست که تو همه اینا رو میتونی ببینی و بله جداگونه هم میتونی سفارش بدی. دهن منم افتادش. ویدیو میگیرم و چیزایی که میخورم براتون ببینید چقدر میتونم بخورم. قراره که مثل خرس بخورم ولی باید Let's go رو حتما باید میگفت مردی. راحت‌تر مثل خرس بتونم بخورم. امیدوارم صدام فقط درست باشه. خب میکروفون نخریده بودیم، الان میکروفون داره مردی. تونای همون تون خودمونه که داره صدا رو کم کنم. خام تون ماهی جای مختلف داره. فیله داره، قسمت شکمش هست، قسمت شکمش چربتره، صورتی تره. این فیلش مثل هندونه است، رنگش انقدر خوشمزه بود که نگم براتون، حالم خرابه. آقای ادیتور اینجا رو بزنم جلو یا همینجوری پخش بشه؟ اولین ظرف خداویسی شد. وای سالمون. اینجا گفتم سالمون ولی سالمون فکر نکنم درستش. ایرانیا میگویند سالمون. فکر میکنی انگلیسی حرف میزنی؟ سالمون. نروژی خیلی باحاله. نروژین سالمون. این پر از چربی های مقوی هست و برادر میذاره اینجا میره پایین. کسافت چی داری میگه؟ رو بندازم این دقیقه چی داره میگه؟ وای با دوربین گوشی دارم میرم. وای جدی میگم خیلی هم عالی از سرتم زیاده. ما الان دیگه گوپرو داریم، دفعه بعد گوپرو رو ما میبریم. دهن منم افتاد واقعا. میزنیم جلو اینجا که چرت و پرت ادیتور. آها از اینجا ببین پران نیگری میشه چی؟ برنج، یه ذره واساپی روی برنج و اون قسمت روش که حالا هرچی. الان این پران شما چی میگید؟ میگو.
یه سری دوستان میگوین که اگه سوشی زیاد بخوری سلولای مغزت رو از بین میبره و تو خنگ میشی. درد نفری. برای همینه که الان اینجوری هستم من. میبینی تو ویدیو من خیلی با کمالات بودم، الان بعد ویدیو اصلا من عوض شدم، یه چیز دیگه شدم. بله ظرف بنفش. خب اینجا رو سری میزن بیرون دیگه، تون خوردی دیگه، خوردی نوش جونت. آفرین. میریم ویدیو بعدی. خب اونجا رو خوردی، اینجا مردی یه ذره یخش آب میشه، یه ذره یخش آب میشه. بله اون دوتا بزرگ ببین دور و بر من پر از خانوم، اصلا من نمیدونم چقدر انقدر جذابیت داشتش مردی. دوتا خانوم نشسته بود این ور، یکی پشتم یکی این ورم، ولی جلوی من متاسفانه یه آقا نشسته بود که هرچی من میخوردم اون 2 برابرش رو میخوردن. انگار مثلا لج بود با من، یا مثلا میخواست بگه شکم من بیشتر کار میکنه. من انقدر خوردم اون یه رو دیرتر از من آمده بود، انقدر خوردم که اون رفت بعد من رفتم. یک شمالی چه کم نمیاره. آقا من تو رو پاره چی هست؟ حرف بزن. سالمون و آووکادو، اشبل ماهی. تخم ماهی بگو دیگه. اشبل بره. کادربندی عالی، 10 از 10. کارتبندی عالی. دوربین نمیتونستم بزنم اون برچه 2 نفر دیگه این برتر من نشسته بودن، نمیتونستم. بله ادا در آوردی. چی کار کردی خانوم؟ دیدید؟ ادا در آورد. بعدن که الان که گذاشتم تو یوتیوب، کاش من تو رو پیدا کنم، فیس دیتکشن بزنم تو رو پیدا کنم، ادای من رو در میاری گیخار. چند دقیقه باز میخورم؟ 7 دقیقه. نامردی نکردم. ببین اون یارو خسته شده الان، هندیه که بغل منه دیگه خسته شده، ببین داره بالا میاره، از زندگی خسته شده. دید که من انقدر بخور هستم. هندونه رو بردار، تعارف نکن، داره رد میشه بزن. هندونه بردار. اسکول خجالتی. ادامامه رو بردار، اون سبزا بهش میگن ادامامه، همون لوبیا. وردار دیگه، مجانیه. وردار. نیگری سالمون نیگری وردار. اینو وردار. جون من وردار سیاوش. اسکوله یارو. او تکراری نمیخوای بخوری جان؟ نه مردی زرنگ بود، میخواست چیزای گرون رو بخوره. تکراری اصلا منظورش نبود، گرون رو بخوره. 140 درهم پول داده بود، اندازه 14,000 درهم با هم میخوردیم ما. آها ببین اون روبرو تا هندیه برنشته بنفشا رو برمیده. بنفشا گرون ترینا بود. چی بود؟ مرغ که زیاد پیدا میشد نخوردم. رولش میکنم. اوکی این چیه؟ اوکی سلمون آووکادو. نوش جونت بخور. 4 تا خوردی. چقدر خوردی؟ درود به شرفت. سوشی خورها به بهشت میروند. این چی بود؟ خرچنگ، سس تند، روشم کرانچیه. نامردی هندیه که رفت. ببین صاحب رستوران اومد گفت جون مادرت، گفت تو رو خدا دیگه نخور، اگه میتونی دیگه نخور، بسته ما داریم ورشکست میشیم، دیگه نخور. تو آزادی که بخوری. برو. دونه دونه کارگراشو داشت میفرستاد بیرون، از کار بیکارشون کرده بود. یعنی دونه دونه دارم. این داره میخنده، این آقای داره میخنده، بنابراین اینجا رو برمیگرده. ببین سیاپوسه آقای میاد به اون یکی میگه ببین چیکار کرده، اینجا برمیگرده، نگاه ریز میکنه، میگه این شمالیا میگن وشناسار، یا مثلا یه آدمی که نخورده است میرن میزنه، فقط دنبال نظری پذری هم هست، میزنه رنده میکنه.
مف باشه کوف باشه همینجوری میزنه. آیا من یه چیز میزنم فقط من میزنم یه چیز؟ همه میزنن دیگه یه چیز دیگه. یه چیز چی هست؟ یه کامیون میخوره اینجا مردی همون کارو کرد و متاسفانه بعد این ویدیو ما به عنوان جارو برقی اتوماتیکی که میندازن تو خونه ها میره میچرخه همه جا رو جارو میکنه تمیز میکنه، یه سری از برندا اسپانسر من شدن. بعد از اون منو میندازن که جارو کنم ببرم تمیز کنم. هندونه بالاخره رسیدیم به بخش دسر. خدا رو شیفت عوض شد. دقیقاً میبینی آدما عوض شدن، شیفت صبح رفت شیفت بعد از ظهر اومد. ما همچنان چون کانتنت یوتیوب بود واسه من مهم بود که 5 تا ویدیو 1 ساعته من از این 140 درهمی که دادم میساختم، باید میساختم. طعم دهن عوض میشه، جدی شیرین میشه. آفرین. یه نگو باز بعدش میخورم. 3 دقیقه دیگه، یعنی من 3 دقیقه الان اینو خوردی بعدش چی؟ بذار ببینم 3 دقیقه. حاجی نکن با خودت، چی کار کردم من؟ بعدش سلام. الو جانم. من بعد این ویدیوی سوشی من بیمارستان برد. بله. چون من چیزی یادم نمیاد دیگه. جان دیپورت هم کردن؟ نه دیگه نمیتونم بیام اونجا. یعنی چی؟ تو ریپورت دادی من دیپورت کردن؟ چقدر آدم بی تربیتی هستی تو. حمله آخره. اوکی چی هست؟ نیگری. آها یه میگو خونم کم شده بود دیگه مثل این که. حس میکنم یه گرگی یه خرس درونی من دارم. مگه میشه؟ یا انگلی چیزی. بله کوالیتیش خیلی بالا بود. مرسی. تا کاملا مشخص بود که خوشمزه بود. اینجا یه ریست. وای نکنه ریستارت شدم من دوباره شروع میکنم به خوردن. نکنی این کارو. یه اسکرین شات گرفتم ریست شدم فکر کنم دوباره از اول میخورم همه چیو. صبر من خدا رو شکر گفتم اونجا صبر من ترسیدم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. برای ویدیوهای بعدی حتما یادتون باشه که زنگوله رو بزنید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره که ما پر انرژی پله های ترقی رو طی کنیم و چنل ما رشد کنه. ممنونم ازتون. بوس